الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. در آیات گذشته ضمن اینکه دلیل نقلی از همه انبیا بود، از موسی علیه السلام، از نوح، از صالح، از هود، از لوط، شعیب، ابراهیم، 7 پیامبر بودن. بعد از ذکر این انبیاء بزرگوار و بیان رسالت اونها، حال بیان رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در پایان که ایشون ختم رسول هست، خاتم الانبیا هست، بعد از رسالت اونها الله تعالی اشاره میفرماید به رسالت خود آن حضرت و انه لتنزیل رب العالمین. همانا این کلامی که شما تلاوت میکنید و بر آنها میخوانید نازل شده و فرستاده شده و تدریجا، تنزیل شما قبلا خواندید به معنای نزول تدریجی، تدریجا نازل شده از جانب رب العالمین. واسطه این وحی کیه؟ رابط کیه؟ نزل به الروح الامین. روح امین لقب جبرائیل هست. فرود آورده اون را، نازل کرده آن را، روح الامین نازل کرده. کجا نازلش کرده؟ محل نزول قرآن کجاست؟ علی قلبک، قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم، لتکون من المنذرین، تاکه شما باشی از کسانی که بترسانی، ترسانندگان از عذاب خدا به وسیله این قرآن بین بدهی، بترسانی. بلسان عربی مبین، به زبان عربی مبین. ببینید قرآن در صورتی قرآن هست و در صورتی قرآن حساب میشه که به زبان عربی باشد. اگر به زبان عربی نباشد قرآن حساب نمیشه، اون ترجمه حساب میشه، تفسیر حساب میشه، در صورت به زبان عربی باشه. به همین خاطر ابتدا امام ابو حنیفه رحمه الله فتوا داده بود که اگر کسی نماز بخواند و به جای آیات ترجمه آیات بخواند، این نمازش درست میشه. اما بعدا از قول خودش رجوع کردند و فتوا دادند که نه، باید به زبان عربی باشد، یعنی همین عربیتش را بخواند. اگر شما به جای سوره فاتحه ترجمه فاتحه را بخوانید، نماز شما درست نمیشه. فتوای اول امام ابو حنیفه بود که درست میشه، اما بعدا از این فتوای خودشون برگشتن، رجوع کردن. دلیلش هم همینه، بلسان عربی مبین. پس حکم قرآن را در زمانی دارد که به زبان عربی باشد. اگر همین را به زبان فارسی ترجمه کنی، به زبان انگلیسی، اردو ترجمه کنی، ترجمه قرآن هست، مطالب قرآن هست، اما خود قرآن حساب نمیشه. و عرض کنم که اون ترجمه حساب میشه، تفسیر حساب میشه. لذا الله میفرماید و انه لفی زبر الاولین. همانا این در صحیفه های اولین هست. یعنی چی؟ یعنی مفاهیم قرآن، مطالب قرآن در صحیفه های پیامبرانی که در گذشته بودند. مثلا اینجا بحث توحید، بحث قیامت، بحث اعمال، بحث اخلاق، همه این مطالب در اون صحیفه ها هم بوده. یعنی این چیز جدیدی نیست. چرا الان ایمان نمی آورند قوم تو؟ چرا تسلیم نمی شوند؟
اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. الله تعالی از علماء بنی اسرائیل دلیل میگیره، دلیل نقلی. آیا همین آیه و همین نشانی کافیشون نیست که این را علماء بنی اسرائیل هم میدانند، یعنی قرآن را، حقانیت قرآن را میشناسند؟ خیلی از علماء بنی اسرائیل ایمان آوردن، مثل عبدالله ابن سلام، اعوانش، انصارش، شاگردانش و تمام اون مدرسه علمیش تسلیم شدند، رسول الله صلی الله علیه وسلم را قبول کردند. همین آیا کافی نیست از نظر استدلال؟ خب اونا میگفتند که چرا، گاهی میگفتند چرا قرآن به زبان عجمی نیست، گاهی میگفتند که چرا فرشته نازل نمیشه. الله عزوجل میفرماید اگر ما یک عجمی را که هیچ زبان عربی بلد نباشه به جای شما یک عجمی را پیامبر میکردیم که این قرآن را با همین زبان عربی میخواند، خب اون وقت عجم زبانش نبود، ولی اینطور زیبا کلام فصیح و بلیغ را که میخواند، این خودش دلیل چیه؟ دلیل حقانیت او بود. بعض هم اینا ایمان نمی آوردند، بعض هم اینا باور نمی کردند. لذا الله می فرماید ولو نزلناه على بعض الاعجمین، اگر ما نازل می کردیم این قرآن را بر یکی از عجمها، فقرأه علیهم، می خواند قرآن را بر آنان، ما کانوا به مؤمنین، آنها به این ایمان نمی آوردند به اون عجم. چرا؟ چون که از بس که عناد اینها زیاد هست، از بس که ضدیت و تعصب اینها زیاد هست و تکبرشان، لو نزلناه على بعض الاعاجم الذي لا يحسن العربیه، اگر ما این قرآن را بر عجمی نازل میکردیم که عربی بلد نباشه ولی قرآن را صحیح میخوانه، اون وقت اینها بازم انکار میکردن و میگفته این جادوه، این عجم چطور خوب بلد است این جادوگری کرده. بله، ما کانوا به مؤمنین فقرأه علیهم، او میخواند بر اینها، ما کانوا به مؤمنین، اینها به او ایمان نمی آوردن. چرا؟ کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، این گونه ما داخل کردیم آن را در دل مجرمان. چی را داخل کردیم؟ انکار را، عناد را، کفر را، تکذیب را. تفسیر معالم و خزان نوشته ادخلنا الشرک و التکذیب. سلکنا یعنی چی؟ ادخلنا الشرک و التکذیب، شرک و تکذیب را در قلوب مجرمین ما داخل کردیم. اینها ایمان نمی آورند. کی ایمان می آورند خدایا؟ زمانی که عذاب را ببینند ایمان می آورند، ولی اون ایمان دیر شده دیگه، به درد نمی خورد. لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم، آنها به این ایمان نمی آورند حتی که ببینند عذاب دردناک را. اما اون که بیاید مهلتشون نمیده که ایمان بیاورند. فیأتیهم بغتة وهم لا یشعرون، اون عذاب ناگهان میآید، اینها نمیفهمند که چطور آمد. فیقولوا، اون وقت اینها خواهند گفت هل نحن منظرون، آیا ما مهلت داده میشویم؟ مهلتی هست؟ فرصتی نیست که ما چند روزی بازم مهلت داده بشیم ایمان بیاوریم؟ نه، الله میفرماید نه، چون شما عجله کردید. افبعذابنا یستعجلون، آیا اینها، خداوند اینجا سرزنش میکنه، اینها برای عذاب ما عجله دارن، یعنی اینقدر جری، اینقدر نترس، برای عذاب ما عجله دارند. افبعذابنا یستعجلون افرأیت ان متعناهم سنین. خداوند میفرماید اگر ما الان عذاب نیاریم، چندین سال بعد بیاریم عذاب، فرصت بدیم. باز هم این فرصت اینها، این بهره‌گیری اونها از عذاب، از دنیا، از متاع دنیا، اونها را از عذاب نجات نمیده. عذاب که بیاد میگیره. افرأیت ان متعناهم سنین، اگر خبر بده اگر ما اونها را
سالهای بهرهگیری بدیم. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، سپس بیاید پیش اونها اون چیزی که وعده داده میشوند. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، دور نمی کند از آنان آن چیزی که بهره داده میشوند. و ما اهلکنا من قریة، و این هم خدا میفرماید که ما بدون منذر و بدون ترساننده عذاب نمیدیم. هر وقت ما پیامبرانی میفرستیم که اونها را از عذاب خدا بترساند، بعداً عذاب میدیم. و ما اهلکنا من قریة الا لها منذرون، ما هلاک نکردیم هیچ قریه‌ای مگر برای اون قریه انذار کنندگانی بودند، بیم دهندگانی بودند، ذکرا برای تذکر، برای پند دادن. و ما كنا ظالمین، ما ظالم نبودیم، بدون دلیل ما عذاب ندادیم، ما فرصت دادیم و بعداً عذاب دادیم. و ما تنزلت به الشیاطین، از اینجا به بعد خدای تعالی شبهات و اشکالاتی که مشرکین مطرح میکردن درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را جواب میده. یکی از توجیهاتی که اونها برای قرآن میکردن، چون قرآن واقعا همه را به زانو در آورد، همه را عاجز کرد، نتوانستن مثل این قرآن بیارند. خب چه توجیهی کردند؟ قبلا سحر و جادو و شعر و کهنه و هرچی گفتند. یکی از اونها این بود که میگفتند این محمد صلی الله علیه و سلم یک جنی را مسخر کرده، تابع کرده، که اون جن همیشه میآید همونطور که کاهنها جنها را چطور مسخر میکنند و جنات میان برای کاهنها اخبار غیب میارند، همون جن همیشه میاد برای این چیزها را برایش میگه، اینها را او بهش یاد میده، او معلوم نیست از کجا میاره. الله تعالی میفرماید و ما تنزلت به الشیاطین، این جواب شبهه شون است، یعنی شیاطین بر اون فرود نیامدند بر رسول الله، نزول نکردند. و ما ینبغی لهم، و مناسب و لایق اونها نیست، سزاوار اونها نیست. شیاطین کجا و این کلام زیبا کجا؟ و ما یستطیعون، اصلا اونها نمیتوانند. انهم عن السمع لمعزولون، اونها از گوش کردن به دور هستند. این را خدمت شما عرض کنم که جنات بالخصوص شیاطینشون، اونها که ایمان ندارند، اونها از خواندن قرآن مجید خیلی اذیت میشند. به همین خاطر قرآن میگه انهم عن السمع لمعزولون، اونها از سمع به دور هستند. بسیاری از افرادی که گاهی اذیتشون میکنن این شیاطین، وقتی که در گوش اونها، بر بدن اونها همش قرآن خوانده بشه، اونها بشنوند قرآن، بالخصوص تجربه کوتاهی که هست آیات توحید وقتی که خوانده میشه، چون اکثر شیاطین شرک دارند، آلودگی شرک دارند. آیات توحید مثلا سوره ملک را که از اول تا آخر دلائل عقلی شما خواندید، 8 تا دلیل خاص و 3 تا دلیل عام، 11 تا دلیل برای توحید و برای نفی شرک و برای رد شرک و برای نفی تمام غیر الله. اینا را که بخواند اون جن آتش میگیرد. او جن از خدایش هست که زودتر شما خواندن را ترک بکنی، او فرار بکند. لذا اونا نمیتونند قرآن را تحمل کنند. انهم عن السمع لمعزول، اگر تو خونه ها همیشه تلاوت بشه، اونجا جنات نمیتونن بیان، تحملش را ندارند. لذا کجا جن میاد، کجا شیطان میاد به او یاد بده؟ او از این فراری از قرآن. و ما فلا تدعو مع الله الها آخر. بنابراین وقتی که ثابت شد که این کلام رب العالمین است، پس نخوان همراه با خدا معبود دیگر، فتکون من المعذبین،
همونطور که این قرآن گفته فریاد نزن غیر الله را، از معذبین میشی، عذاب داده شده میشی، عذاب داده شدگان میشی. عذاب خدا بر تو میاد وقتی که کسی دیگر را به غیر از الله فریاد بزنی، حاجت بطلبی، کمک بخواهی. و انذر عشیرتک الاقربین، و دستور دیگری برای رسول الله است که بیم بده، بترسان عشیرتک الاقربین، طایفه خودت را، قبیله خود، اونا که نزدیکتر هستند. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که رفت تمام نزدیکان خودش را خطاب کرد، یا بنی عبد مناف، یا بنی هاشم، یا بنی عبد المطلب، تا همه نزدیکترین افراد نام برد، یا فاطمه. بر اساس همین آن حضرت صلی الله علیه و سلم عشیره اقربین خودش را بیم داد. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین، بازویت را پایین بگیر، یعنی تواضع کن برای اون مؤمنی که از تو پیروی میکنه، یعنی در مقابل اون فروتن باش، حرفش را گوش کن، بهش توجه بکن. فإن عصوک، لذا این روش قرآن، روش تبلیغ قرآنه. اگر با این روش قومت را، قبیلت را، عشیرت را بیم دادی، ترساندی، تو را نافرمانی کردند، اون وقت از اونها اعلام براءت بکن، از شرک اونها، از بتهای اونها، از مرام شرکی اونها. فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون، به آنان بگو من بیزار هستم از آنچه که شما عمل میکنید. و بعد نترس، بر خدا توکل کن. و توکل علی العزیز الرحیم، توکل کن بر اون ذاتی که غالب هست و مهربان است، قدرت هم داره. الذی یراک حین تقوم، اون ذاتی که تو را میبیند وقتی که بلند میشی برای نماز. و تقلبک فی الساجدین، و تقلب تو را، یعنی گشتن تو را در میان ساجدین. تقلبک یعنی تغیرک من حال الى حال. تقلب اینه که اول ایستادی، بعد رکوع میکنی، بعد سجده میکنی، از یک حال به حال دیگه چی؟ دیگرگون میشی. به اون ذات پناه ببر، او که تو را در همه این احوال میبیند. ببینید علامه سیوطی رحمه الله اینجا یک تفسیری کرده که بعضی از بزرگان همین تفسیر را کردن، ولی این تفسیر ضعیفه. این تفسیر اینه که اولا خدمت شما بگم، بعضی اعتقاد دارند که از آبا و اجداد رسول الله هیچ کسی مشرک نبوده. پدر رسول الله عبدالله است، بعد پدرش عبدالمطلب، همینطور برو تا هاشم و مناف و کجا و کجا. بعد به اینها گفته میشه خب بالاخره آخر نسب رسول الله به ابراهیم میرسه. ما درباره بقیه نمیدونیم که شرک کردند یا نکردند، ولی وقتی به ابراهیم برسه، بعد پدر ابراهیم آزر، اون که شرک کرده، قرآن میگه اونجا باز همین توجیه را میان که نه، آزر پدرش نبوده، آزر عمویش بوده. آزر چی؟ عمویش بوده و پدرش مشرک نبوده. اونها از کجا این عقیده را میگن؟ میخوام بگن که و تقلبک فی الساجدین، تقلب شما یعنی تقلب شما در ساجدین، در آبا و اجداد شما. مراد از ساجدین میگه آبا و اجداد هست. این تفسیر را علامه کی ذکر کرده؟ علامه سیوطی ذکر کرده. علامه آلوسی همین تفسیر را نقل میکنه، بعدا میگه انی لا اقول بحجیت الآیت علی هذا المطلب، من هرگز نمیگم که این آیه بر این مطلب چی داره؟ دلالت میکنه و حجت برای این مطلب، نه خیر.
بلکه منظور از ساجدین چی هست؟ همراهان رسول الله هستند، صحابه رسول الله هستند، ابوبکر و عمر و عثمان و علی هست، مهاجرین و انصار هستند، اصحاب صفه است. ای رسول الله شما وقتی که میری شب میبینی اونها در مسجد النبی نماز تهجد میخوانند، شما هم در میان اونها از حال به حال میگردی، اول قیام کردی، بعد رکوع سجده قاعده، اینها را الله میداند. انه یراک حین تقوم، به این معنی هست خدا میبیند وقتی که شما بلند میشید. تقوم الى الصلاة و تقلبک یعنی تغیرک من حال الى حال، از قیام به رکوع، از رکوع به سجده میبیند در میان سجده کنندگان. انه هو السمیع العلیم، این علت است چون همانا اون ذاتی هست هر چیز را شنواست و هر چیز را داناست. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، این جواب شبهه گذشته هست. الله می فرماید آیا به شما بگم، چون اونها می گفتن که کسی می آید از جنات به پیغمبر درس میده، به پیغمبر یاد میده. الله می فرماید که شیاطین بر بندگان خاص من هیچ وقت مسلط نمیشند. بگم شیاطین بر کی نازل میشن، بر کی فرود می آیند؟ بر شما مشرکین، بر شما دروغگویان، بر کسانی که اهل افک و اهل اسم و اهل دروغ و اهل بهتان هستند. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیا به شما خبر بدم بر چه کسی فرود می آیند شیاطین؟ تنزل علی کل افاک اثیم، فرود میان بر هر اون انسان دروغگو، افک کننده یعنی دروغگو، اثیم، گناهکار. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. ببین این شیاطین، گاهی کسانی که با این شیاطین سر و کار دارند کاهن میگن، در پاکستان عامل میگن، کسانی که بالاخره شیاطین را تابع خودشون میکنند، مسخر میکنند، بعد میفرستن. شما میری میگه ماشینم گم شده، اون از جنات خبر میگیره، میگه که یه جایی هست، نشانی هم میده. شاید یکی درست باشه، بقیه همه دروغه. یلقون السمع، این شیاطین برای کاهن ها میرن گوش میکنند اخبار را از فرشتگان به صورت قاچاقی، به صورت دزدکی گوش میکنند. اما و اکثرهم کاذبون، اکثر اینا دروغگویند. بر اساس حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن وقتی که 100 تا خبر بیارن یکی راست، 99 تا دیگه دروغه. و اکثرهم کاذبون، لذا به اینها نباید اعتماد کرد. بعضیا پیش این جنی ها میرند، این جنی ها خبر میدن، از گم شده ها خبر میدند، خبر میده از بقیه مصائب و مشکلات. این خلافه. در حدیث میگه کسی پیش این کاهن ها میره و تایید میکنه، چون اونا ادعا میکنه ما غیب میدونیم، از غیب دارم به شما خبر میدم، تایید میکنه حرف اونها را. این فرد نسبت به قرآن کفر کرده. قرآن میگه کسی غیر از خدا نمیداند. یلقون السمع، گوش میکنند، و اکثرهم کاذبون، اکثر اونها کاذبون هستند، دروغگویان هستند. و دیگه به پیغمبر چی میگفتند؟ شاعر میگفتند. الله میفرماید و الشعراء یتبعهم الغاوون، شاعرها اونها را همیشه دنبال میکنند. کیا دنبال میکنند؟ غاوون دنبال میکنند. غاوون یعنی انسانهای گمراه. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون، آیا میبینی اونها را در هر وادی سرگردان شاعران. و انهم یقولون ما لا یفعلون، و اونها میگویند اون چیزی که انجام نمیدن. ببینید شعر اگر شعر خوبی باشد، شعر حقی باشد، اشکال ندارد. شعرهای خوب هم داریم، شعرهای درست هم داریم، اما بسیاری از اشعار هستند که دروغند. اکثرا شاعرها تو شعرگویی خودشون مبالغه میکنند، زیاده روی میکنند، چیزهایی میگویند، بالخصوص شعرهای عاشقانه،
نسبت به معشوق، نسبت به محبوب چیزهایی میگه که سراپا دروغه. اینقدر افراط میکنه، اینقدر مبالغه میکنه. مثلا میگه من تو را دیشب تو ماه دیدم، در میان آسمان ها داشتی پرواز میکردی. شعرها را شما خودتون بررسی بکنید، چقدر مبالغه هست تو شعرها، چقدر زیاده روی هست. من چنین میکنم چنان میکنم، در حالی که هیچ چی نمیکنه. من برای جانم را میدم، خونم را میدم، تو خون تو رگهایم دیگه هیچ چی نمیمانه فلان. اینا همه انهم یقولون ما لا یفعلون. اما شعر خوب هم داریم. حضرت حسان رضی الله تعالی عنه، حسان ابن ثابت شاعر رسول الله بود. وقتی که مشرکین رسول الله را حجو میکردن تو شعرهایشون، بر علیه رسول الله شعر میگفتن، حسان از رسول الله در غالب شعر دفاع میکرد و بر علیه مشرکین شعر میسرود. پس شعرا همه نیستن گمراه، اما اکثرشون. عرض کنم خدمت شما که انهم یقولون ما لا یفعلون الا الذين آمنوا. استثناء، کسی که ایمان داره، صداقت داره، راستی داره، درسته. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. و ذکروا الله کثیرا، الله را به کثرت یاد کردن. بعضی شعر هست همش ذکر خدا، تعریف خداوند، تعریف رسول الله، تعریف از قرآن. این شعر خوبه. و ذکروا الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا، و انتقام گرفتن بعد از اینکه ظلم بر اونها شد، بعد از اینکه مظلوم واقع شد. این افراد اینها ناجی هستند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اینجا تخویف اخروی است برای ظالمان، اونایی که بر مظلومین ظلم میکنند، مظلومین را از پای در میآورند. ان قریب میدانند کسانی که ظلم کردند. ای منقلب ینقلبون، به چه بازگشتگاهی ینقلبون برمیگردند. بازگشتگاه قیامت است، یعنی بعد از موت به قیامت. چی؟ بعد از موت پیش خدای عزوجل برمیگردند. محل بازگشتشون قیامت خواهد بود. سوره مبارکه شعرا بود که تو این سوره همه شما دلیل نقلی خواندید از انبیاء گذشته علیهم الصلوات و التسلیمات. اما ببینید اصل موضوع از کجا شروع شد. میخوام ربط سوره نمل را بیان بکنم با سوره گذشته. اصل موضوع از سوره فرقان شروع شد که تبارک الذی بود. خداوند بیان فرمود که برکات دهنده و سرچشمه تمام خیر و برکت فقط خدای تعالی است. باز در سوره فرقان همش دلایل عقلی شما خواندید، در سوره شعراء دلایل نقلی خواندید. حال در سوره نمل 4 واقعه و 4 داستان خدای تعالی بیان می‌فرماید که از این 4 داستان اصل مسئله اثبات میشه. از 2 تا داستان اثبات میشه که عالم الغیب فقط الله است، و از 2 داستان دیگه اثبات میشه که مدبر و متصرف و گرداننده امور فقط و فقط خدای عزوجل هست. پس وقتی که مدبر و متصرف هم خداست، عالم الغیب هم خداست، پس چرا عبادت غیر خدا بشه؟ عبادت هم فقط برای خدا بشه. حاصل و خلاصه این داستان ها همین خواهد بود. این سوره را سوره نمل میگویند. این سوره هم سوره مکی هست، 48مین سوره ای هست که نازل شد بر آن حضرت، چون که در این سوره ذکر نمل آمده. مورچه، اون مورچه ای که خیرخواه بود. خداوند هر خیرخواهی باشه او را دوست داره، سخنش را نقل میکنه، خیرخواهی بکنه، دعوت بده، دعوت به خیر بده. چه اون داعی مؤمنی باشه، سوره مؤمن به نامش هست، چه اون داعی پیغمبر باشه. شما سوره ها را ببینید به نام پیغمبران است. سوره ابراهیم، سوره یونس، سوره یوسف، سوره
عرض کنم همه به نام همه انبیا هست، محمد هست، چه اون داعی هدهد باشه پرنده باشه، چه اون داعی نمل باشه. لذا در قرآن اهمیت زیادی به دعوتگران و به خیرخواهان داده شده. معلوم میشه بهترین شغل هم همین شغل دعوت است. و من احسن قولا ممن دعا الی الله. سخن چه کسی زیباتر است از اون سخنی که به سوی خدا فرا میخواند بندگان خدا را. لذا چون که در این سوره خیرخواهی نمل هست، مورچه هست، لذا این سوره نامگذاری شده به نمل. الله تعالی آغاز می فرماید با تمهید، با مقدمه. تاسین از مقطعات است. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. این آیات آیات قرآن هستند و آیات کتاب مبین هستند. معمولا مضامینی که در ابتدا می آید به صورت آیات الکتاب می آید، اونا در کتاب های دیگه هم آمده اون مضامین. وقتی آیات القرآن آمده به این صورت در کتاب های دیگه نه آمده، ویژه قرآن است، مخصوص قرآن است. و کتاب مبین، صفت کتاب چی آمد؟ مبین آمد. اشاره به چیه؟ به واقعات نقلی، دلائل نقلی هست. این آیات کتاب در حالی که هدن هدایت هست علما و بشرا بشارت هست عملا للمؤمنین برای مؤمنین. این آیات برای اونها بشارت هست. مؤمنین کیا هستند؟ الذين يقيمون الصلاة، کسانی که نماز را برپا می‌دارند، عبادات مالی را انجام می‌دهند و عبادات بدنی را انجام می‌دهند و یؤتون الزکات، و عبادات مالی را هم انجام می‌دهند، زکات می‌دهند. و هم بالآخرة هم یوقنون، و آنها به آخرت هم یقین دارند. ببین مشرکین اینا را قبول نداشتند، نه آخرت را قبول داشتند، نه زکات می‌دادند، نه نماز. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، اینجا زجر همراه با تخویف اخروی برای کسانی که ایمان به آخرت ندارند. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، همانا کسانی که ایمان به آخرت نمیآورند. زینا لهم اعمالهم، ما مزین کردیم، آراسته کردیم برای اونها اعمال بدشون را. اعمال بد انجام میدن، فکر میکنه چقدر اعمال خوب انجام میدیم. فهم یعمهون، آنها سرگردان. این ثمره تزیینه، سرگردانی تو دنیا. اولئک الذین لهم سوء العذاب، این افراد برای اونها سوء العذاب است، بدترین عذاب است در برزخ. بحث جهنم نیست. سوء العذاب در کجاست؟ در قبر، در برزخ. و هم بالآخرت و هم فی الآخرت هم الاخسرون، این آخرت است و آنها در آخرت هم اخسرون هستند، زیانکارترین انسان ها هستند از نظر هلاکت، هلاکت ابدی گرفتار میشن. لذا الله تعالی بعد از اینکه وعید فرمود تسلی میده پیامبر خودش را. ای پیامبر من، این قرآن را شما دریافت میکنید، یا و گویان هرچی میگویند بگویند، اما شما این قرآن را دریافت میکنید از جانب اون ذاتی که هم حکیم هست و هم علیم هست. و انک لتلقى القرآن، همانا تو بر تو القا میشه قرآن داده میشی از جانب ذاتی که حکیم هست، سخنانش با حکمت هست و علیم هست، اون دانا هست، آگاه هست. اذ قال موسی لأهله انی آنست نارا، این داستان اول است متعلق به موسی علیه السلام. این داستان میخوانیم، اما حاصل این داستان اینه، مقصد این داستان اینه که اثبات میشه عالم الغیب فقط الله است. هیچ کسی بجز الله عزوجل علم غیب ندارد و از غیب خبر ندارد. موسی علیه السلام از مدین داره میره. کجا داره میره؟ قبلا خدمت شما عرض کردم دو قول است، یا داره به مصر برمیگرده پیش مادر و خواهرش میخواد بیاد، یا نه داره به طرف شام میره، سرزمین آبایی و اجدادیش.
راه را گم میکنه، شب میشه، با همسرش هست، نمیدونه کدوم طرف برند. از دور نوری میبیند، به ظاهر آتشی هست، میگه اون آتش من میبینم. هر دو میبینند. اونجا نزدیکی میاد، میگه تو همینجا دور بیست، اینجا منتظر بمان، من بیرم از اونجا راهنمایی، حتما کسی هست که ما را راهنمایی بکند، بگه که این راه به کجا میره، ما باید به کجا بریم. موسی نمیدونه، خبر نداره که اونجا چنان راهنمایی هست که دنیا و آخرت را راهنمایی میکنه، که دنیا چطور راه برو، آخرتت را چطور بساز. لذا اونجا وقتی که میره موسی علیه السلام، سبحان الله، از سوی پروردگار ندا میشه. اذ قال موسی لأهله انی آنست نارا، زمانی که موسی به اهلش گفت ای اهل، ای خانواده، انی آنست نارا، من احساس کردم آتش، یعنی دیدم آتشی، سآتیکم منها بخبر. آتیکم عرض کردم کلمه اهل چیه؟ جمع مخاطبه، جمع مذکره. سآتیکم ان قریب میارم پیش شما از آن آتش خبری میآورم، او آتیکم یا میآورم بشهاب شعله‌ای. قبس میگن این شعله که آدم به دست میگیره. قدیم میرفتند از این چادر به اون چادر، از این خیمه به اون خیمه. اونجا همسایه آتشی روشن کرده، کبریت نبود، لذا از اونجا یک شعله می گرفته می آوردن اینجا، آتش خودشون را روشن می کرد. همین را میگن قبس. بله، الله می فرماید که شعله می آورم، او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون، تا که شما گرم کنید، آتش را روشن کنید. اینجا بیابان سرد هم است و ببینیم دوربر کجا داره میره، راه را بیابیم. فلما جاءها، وقتی که پیش اون آمد، یعنی پیش اون نور آمد، نودیا، ندا شد از جانب الله عز وجل، ام بورک من فی النار، یعنی با برکت است اونی که در آتش است. یعنی این که در آتش است، این در واقع برکتی است. هو نور الله، این نور خدای عز وجل است. و من حولها، و مبارک است تمام کسانی که اطراف این آتش هستند. اطراف کی محاصره کرده؟ فرشتگان. الله عز وجل ترتیب داده بود که موسی علیه السلام اونجا میاد، فرشتگان اطرافش هستند. الله عز وجل به موسی وحی میکنه و سبحان الله رب العالمین. یعنی به این نتیجه میرسیم که خدا پاک است از هر شریک. یا اقول سبحان الله، من میگویم سبحان الله، الله پاک است، اون اللهی که رب عالمیان هست. لذا این جایی که تو آمدی ای موسی، پیش رب العالمین آمدی. لذا موسی گوش کن و رسالت را به عهده بگیر، امانت را به دوش بگیر. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم، ای موسی همانا شان این است که من الله هستم، اون اللهی که عزیز هست، غالب هست، اون اللهی که کارهایش با حکمت هست. من اون الله هستم. نشانی بهت بدم، معجزه بهت بدم. و الق عصاک، عصایت را بینداز، عصایت را بینداز، ببین چی میشه. فلما رآها تهتز کأنها جان، وقتی که عصا را انداخت و دید، چنان ماری شد که کأنها جان، گویا اون جان بود. جان میگویند ماری را که خیلی ضعیف باشه. قبلا شما خواندید ثعبان بود، اژدهای بزرگ بود. اینجا مار باریک کدوم درسته؟ قبلا خدمت شما عرض کردم که از نظر جثه اژدهای بزرگی بود، اما از نظر فرز بودن و سریع السیر بودن مثل چی بود؟
جان بود، مثل مار بسیار باریک، مار تیز. شبهها سبحانه، علامه آلوسی اینجا گفته شبهه سبحانه فی شدت حرکتها، الله عزوجل تشبیه داد در شدت حرکتش و اضطرابها مع عظم جثه، با وجودی که جثهش خیلی بزرگ بود، اژدها بود، اژدها خیلی بطیء و کند حرکت میکنه، اما ضمن اینکه اژدها بود خیلی فرز و سریع حرکت میکرد، تشبیهش داد به صغار الحیات السریعه الحرکه، به این مارهای کوچک که سریع الحرکه هستند. لذا این جان از نظر سریع الحرکت بودن، نه از نظر جثه. وقتی که دید چنان اژدهای تند و تیزی هست، ولا مدبرن، موسی فرار کرد و پشت داد، تا جای میتونست فرار میکرد، ولم یعقب، پشت خودش اصلا نگاه نکرد. ببین مردم میگن معجزات دلیل قدرت پیامبران است، معجزه در دست پیامبر نیست، در اختیار پیامبر نیست، پیامبر از معجزه خودش فرار میکنه. والله مدبرا ولم یعقب، پشت سر نگاه نکرد. خدا تعالی صدا زد یا موسی لا تخف، ای موسی تو نترس، انی لا یخاف لدی المرسلون، مرسلون فرستاده شدگان نزد من نمیترسن، تو چرا میترسی؟ نترس، رب تو با تو هست، نترس، بیا. الا من ظلم، این استثناء منقطع هست، لکن کسی که ظلم بکند بر خودش، کسی که شرک بکند، ثم بدل حسنا بعد سوء، بعدا تبدیل بکند اون را به کار خوب، به کار نیک، به اعمال نیک، بعد از سوء، بعد از بدی، یعنی توبه بکند بعد از بدی، فانی غفور رحیم، همانا من پروردگار برای او بخشاینده و مهربان هستم. لذا ای موسی این رسالت را بگیر، این پیام را بگیر و معجزه دوم را هم بگیر. و ادخل یدک فی جیبک، دستت را داخل کن در گریبانت و بعد خارج کن از زیر بغل، تخرج بیضاء من غیر سوء، دستت خارج میشه سفید درخشنده، نه سفیدی زشت، من غیر سوء، نه سفیدی مثل پیس و برس، بلکه یک معجزه دیگری هست. دستت اصلا احساس میکنی که مهتابی هست، لامپ هست. لذا اینا را بگیر ای موسی و برو. فی 9 آیات الى فرعون و قومه، الله میفرماید ما موسی را فرستادیم فی 9 آیات، ای ارسلنا موسی فی 9 آیات، 9 آیه. ما این 9 آیه را قبلا خواندیم که موسی علیه السلام این آیات را داشتن. 2 تا اینها بودند، 5 تا اونایی که شما خواندید، فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. 2 تا دیگه این که یکی که سنگ را زد 12 چشمه شد، یکی که عصا را زد دریا متوقف شد. لذا الله می فرماید فی 9 آیات الی فرعون و قومه، و بعضی میگن چون اون سنگ مال بنی اسرائیل بود، اینکه موسی علیه السلام دعا کرد، قحط آمد، بعدا دعا کرد قحط برطرف شد، اون هست 9می. انهم كانوا قوما فاسقین، همانا فرعون قوم فاسقی داشت، قوم سرکش و متمردی داشت. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، زمانی که موسی پیش آنها آورد آیات ما را، همراه با آیات ما آمد، پیش آنها آیات ما آمد، آیاتنا فاعل هست، زمانی که پیش آنها آیات ما آمد، در حالی که اون آیات مبصرتن، موجب چی بود؟ موجب روشنی بود، یعنی چشم انسان را باز می کرد، دید انسان را باز می کرد، چنان آیات و معجزاتی که حقیقت روشن می شد. قالوا هذا سحر مبین، آنها گفتند این جادوی آشکار هست، به معجزات موسی گفتن جادو هست. و جحدوا بها، قرآن اینجا میگه
انکار کردند اینها را، واستیقنتها انفسهم، اما خودشون یقین داشتند. فرعونی ها یقین داشتند نفسا یعنی ذاتا که این پیغمبر خداست، این معجزهش هست، این خدا فرستاده. با وجودی که یقین داشتن، خب چرا ایمان نیاوردند؟ ظلما و علوا، ظلما ایمان نیاوردند، واقعا بر خود ظلم کردند، و یکی دیگه علوا تکبر کردند، تکبرا ایمان نیاوردند. پس معلوم میشه که اکثر اهل باطل از حقانیت پیامبران، از صداقت پیامبران اطمینان داشتند، میدونست این پیامبر خداست. فرعون را خدا میفرماید یقین داشت، واستیقنتها. امروز هم خیلی از اهل باطل هستند که دشمن دین اسلامند، دشمن قرآنند، دشمن توحیدند، اما اونهایی که سواد دارن، علم دارن، مطالعه میکنن، یقین دارن قرآن حق، یقین دارن دین اسلام دین خداست و فرستاده خداست، اما بعض هم از روی تعصب ایمان نمی آورند، از روی عناد ایمان نمی آورند. واستیقنتها انفسهم ظلما و علوا. اما خداوند می فرماید فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، ببین عاقبت مفسدین چی شد. اینایی که فساد را انتخاب کردند، خب شما خواندید که چی شد. خدای عزوجل غرقشون کرد، نابودشون کرد، با ذلت و خست مرگ به سراغشون آمد. هرچه دست و پا زدن، داد و فریاد زدن که ما ایمان میاریم، دیگه گفته شد دیر شده، الان بتمرگید و برای عذاب آخرت آماده باشید. خب این بخش اول بود، قصه اول بود در رابطه با موسی علیه السلام و فرستادن موسی به سوی فرعون. داستان دوم را میخوانیم. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، ما به داوود و به سلیمان علم دادیم، دانش دادیم. ببین دو نوع علم خدا به اونها داد، هم علم دین داد و هم علم کشورداری داد، چون که اینها هر دوتا هم پیامبران خدا بودند و هم پادشاه بودند. خداوند به اونها ملوکیت داد، یکی بعد از دیگری. لذا الله می فرماید ما این نعمتها را دادیم، اونها سپاسگزار شدند. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. آنها الله را این گونه تعریف کردند، الحمدلله، تعریف و مدح و ستایش مر الله را، آن اللهی که فضلنا، ما را فضیلت داد بر بسیاری از بندگان مؤمن خودش، ما را فضیلت داد، ما را برتری داد. و وارث سلیمان و داوود، سلیمان وارث داوود شد. داوود که وفات کرد، الله تعالی به سلیمان هم پادشاهی داد، هم نبوت داد. وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، به سلیمان علیه السلام الله عزوجل خیلی ویژگی ها داده بود، علوم داده بود. یکی اینکه سلیمان منطق الطیر بلد بود، یعنی سخن پرندگان را، زبان پرندگان را. پرندگان وقتی که الله را مدح می کردند، ثنا می خواندند، تعریف می کردند، سلیمان متوجه می شد. و دیگه خدای عزوجل به سلیمان خواص زیادی داده بود، بعد تابع سلیمان بود. به چه صورت تابع سلیمان بود؟ که هر وقتی که سلیمان میخواست بره به جایی، لازم نبود که در اون زمان مراکب اون زمان را بگیره، اسب و شتر را ببینه، بلکه سلیمان بر تختش می نشست، بقیه اراکین می نشستند، هر جا که می خواست باد را اشاره می کرد و دستور می داد، باد می برد او را، باد می برد مسیری را. قرآن میگه
مسیر 1 ماه را در نصف روز می برد. مثلا از اونجا میخواست به جایی بره ملک سبا بره، در طول 1 ماه اونجا میرسید. سلیمان علیه السلام از صبح تا ظهر به اونجا میرسید. این ویژگی دوم سلیمان علیه السلام. سوم این بود که سلیمان جنات را مسخر کرده بود. خداوند جنات را برای او تابع قرار داده بود. این جنات از اونها سلیمان کار می گرفت. 2 نوع کار اونجا که می آید. بعضی که تمرد داشتند، سرکش بودند، اونها را به زنجیر بسته بود، اونها را زنجیر زولانه کرده بود، اونها زندان بودند. بعضی دیگر را برای کارهای بنایی و ساختمانی مثل ساخت و ساز مسجد الاقصی هم میخوانیم که سلیمان از اونها کار میگرفت. و بعضی ها را دستور میداد تو دریا غوطه بزنند، چون سلیمان پادشاهی داشت، ملکی داشت، حکومتی داشت. حکومتش نیاز به سرمایه داشت، نیاز به اقتصاد داشت. لذا جنات در واقع برای او جواهرات را می آوردند، سرمایه جمع می کردند. خدای تعالی دریا را پر از سرمایه کرده. امروز تمام کشورهایی که دریا دارند اقتصادشون بهتره، چون هر چی هست، طلا و جواهر، از طلای سفید نفت هم هست. خدا میدونه در آینده چه منافع دیگری استخراج بشه. لذا الله تعالی همه اینها را به سلیمان داد. و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. ای مردم، ما آموزش داده شدیم منطق الطیر، زبان پرندگان. و اوتینا من کل شیء، هر چی به ما داده شد، هر چیزی که برای سلطنت و حکومت لازم بود. استغراق اضافی هست، استغراق عرض کنم که کلی نیست. ان هذا لهو الفضل المبین، همانا این فضیلت آشکاری هست که سلیمان داده شد. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر، جمع شد برای سلیمان تمام لشکریانش از جن و انسان و پرنده، همه جمع شدن. فهم یوزعون، اونها توزیع می شدن، تقسیم می شدن، به اصطلاح دستبندی می شدند. و اینها آمدند با ترتیبی که سلیمان داده بود. حتی اذا اتوا علی واد النمل، حتی وقتی که آمدن بر اون وادی، که اون وادی همه چیا بودند؟ مورچه ها بودند. اونجا مورچه زیاد بود. قالت نملتون، یک نمله ای گفت. اینجا معلوم میشه که ملکه اونها مؤنث بود. قالت نملتون، نمله ای گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. ای مورچه ها، داخل سوراخ هایتون بشید، داخل خانه هایتون بشید، مساکنتون بشید. لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، شما را سلیمان و لشکریانش لگد نکنند، زیر پا له نکنند. مگه سلیمان و لشکریانش آزار میدن مورچه ها را؟ مخلوق خدا را میخواند که از بین ببرند؟ نه. و هم لا یشعرون، چون اونها نمیدانند. و هم لا یشعرون یعنی اینجا این مورچه، ملکه مورچه ها سلیمان و اصحاب سلیمان را مقصر نمیداند. اصحاب سلیمان را و یاران سلیمان را مقصر نمیداند. میگه ندانسته یک وقتی شما را لگت نکنه. اونا قصد بدی ندارند. و هم لا یشعرون. اینجا آلوسی رحمه الله از این جمله قرآن مجید خیلی متأثر هست و از این جمله‌ای که مورچه ها گفتند میگه کاش که بعضی از مردم ادب را از مورچه ها یاد میگرفتند. بعضی مردم که زبانشون نسبت به اصحاب و یاران رسول الله دراز هست، به اصطلاح بد و بیرا میگویند، کاش از
مورچه یاد میگرفت که مورچه اینقدر ادب داره که میگه این اصحاب سلیمان قصدی نداره. اصحاب سلیمان آدمان خوبی هستند و هم لا یشعرون، اما در عالم ندانمکاری، در حالتی که اونا متوجه نیستند، شاید شما را زیر پا له کنند. عبارت آلوسی را ببین، میگه ولیت من طعن فی اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، ای کاش کسانی که اصحاب رسول الله را طعنه میزنند و بر اصحاب رسول الله خورده میگیرند و ایراد میگیرند، کاش اونها چیکار میکردند؟ تأسا بها، و تقلید میکرد از این مورچه. مورچه سعی میکنه که نسبت به اصحاب سلیمان توهین نشه. فکف عن ذلك و احسن الادب، کاش مثل این مورچه دهان خودش را کنترل میکرد و از بی ادبی دست میکشید، ادب را رعایت میکرد. لذا ببینید این مورچه با چه اهتمامی، یا ایها النمل، ای مورچه ها، ادخلوا مساکنکم، مساکنتون داخل بشید، لا یحطمنکم سلیمان، شما را لگد نکند، زیر پا له نکند سلیمان و لشکریان سلیمان، اصحاب و دوستان سلیمان، در حالی که وهم لا یرجعون، لا یشعرون، اونها نمیدانند. الله عزوجل صدای مورچه را معجزتا به گوش سلیمان رساند. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان تبسم کرد در حالی که خندید از سخنش که مورچه چی داره میگه. و اینجا سلیمان علیه السلام از پروردگار حکومتی خواست، دعا کرد خدایا به من چنان حکومتی بده. ها اون حکومت بعدن میاد. اینجا گفت یا الله، این که به من این نعمت ها را دادی، پرندگان با من هستند، جنات هستند، انسان ها هستند، حتی از احوال مورچه ها هم خداوند به سلیمان خبر داد. لذا از خدای تعالی توفیق شکر خواست. معنیش اینه که هر نعمتی که خدا به ما داده و خیلی بندگان دیگه این نعمت را ندارند، علم هست، فضیلت هست، مال هست، زرنگی هست، چیزایی که خدا داده، بر اینها باید شکر خدای عزوجل را به جا بیاوریم. و قال رب اوزعنی، گفت بار الها اوزعنی، در قسمت من قرار بده، مقدر من قرار بده، یعنی به من توفیق بده، ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، این که من شکرگزار باشم، شاکر باشم نعمت تو را، اون نعمتی که تو بر من انعام کردی، و علی والدی، و اون نعمتی که بر پدر و مادر من انعام کردی. خدایا به من توفیق بده که من شاکر اون نعمت ها باشم. و ان اعمل صالحا ترضاه، و بار الها به من توفیق بده من عمل صالح انجام بدم، چنان عمل صالحی که تو راضی باشی، تو بپسندی، تو خوشنود باشی. و ادخلنی برحمتک، و بار الها من را بار رحمت خاصت داخل بگردان، فی عبادک الصالحین، در بندگان صالحت مرا قرار بده. لذا سلیمان علیه السلام این دعا را کرد و بعد از اون لشکریانی که با سلیمان بودند همه را سلیمان تفقد کرد. تفقد یعنی جستجو، بررسی، به تعبیر ساده ما حضور غیاب گرفت، کی حاضره کی غایبه. معلوم میشه که یک مربی، یک استاد، یک رهبر، یک کسی که در رأس هست همیشه باید همراهان خودش را تفقد بکنه. فلانی چرا این روزا پیدا نمیشه؟ اگر مشکلی داره به مشکلش رسیدگی بکنه، اگر مریض است به عیادتش بره، اگر مسافرت خوب برایش دعای خیر بکنه، چرا پیش ما نمیاد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم عادت شریفش این بود که گاهی بعضی از اصحاب را نمیدید، میگفت که مالی لا ارا فلان، چرا فلانی را نمیبینم، کجاست؟ صحابه میگفتن یا رسول الله سفر رفته
یا میگفتن مریضه یا میگفتن فلان عذره. خلاصه آن حضرت هم همراهان خودش را میشه تفقد میکرد. باید تفقد بشه، باید هر از گاهی بپرسه که این دوستان ما کجا هستن، اینا چرا پیداشون نمیشه. لذا و تفقد الطیر، وقتی که تفقد کرد پرنده را ندید، پرنده هدهد را سلیمان علیه السلام نیافت. فقال مالی لا ارى الهدهد، به چه دلیل من نمی بینم هدهد را؟ چی شده مرا؟ معلوم میشه لشکر زیاد بود که میگفت شاید او هست و من نمی بینم. ام کان من الغائبین، یا این از غائبین، از غائب شده. بهش گفتم بله سلیمان ایشون نیست، غائبه. حضرت سلیمان علیه السلام گفت که من اگر بیاد من او را عذاب میدم، شکنجه میدم، زندانش میکنم یا ذبحش میکنم اگر دلیل و توجیه درستی برای غیبتش داشته نباشه. کجا رفته؟ لأعذبنه عذابا شدیدا، او را حتما او را عذاب میدم، عذاب شدید. او لأذبحنه، یا او را ذبح میکنم، میکشم. او لایأتینی بسلطان مبین، یا برای من باید بیاره دلیل قوی، مدرک روشن. ما فکر میکنیم این مخلوقات اینها درک ندارن، شعور ندارن، فقط ماییم که همه چیز داریم. نه، اونها هم الله عزوجل به اندازه خودشون داده، ولی ما زبانشون را نمیفهمیم. لذا سلیمان علیه السلام وقتی که این بررسی را کرد و این تهدید را کرد، منتظر ماندن. لحظه بعد آمد، هدهد آمد. فمکث غیر بعید، یعنی زیاد طول نکشید تا اینکه هدهد آمد. چه توجیه آورد؟ گفت ای سلیمان. از اینجا معلوم میشه سلیمان با وجودی که پادشاه بود، پیامبر بود، خدا خیلی نعمتها بهش داده بود. جنات در اختیارش، پرندگان در اختیارش، کوها با او آواز میخواندند، باد در اختیارش و صدای مورچه را هم میشنید. اما علم غیب نداشت، علم غیب نداشت. شما میپرسید پس از کجا درباره مورچه متوجه شد؟ الله عزوجل از طریق وحی بهش گفت که مورچه داره اینطور میگه. پیامبران هر چی که میگویند با وحی الهی میگویند. لذا علم غیب نداشت، و الا اگر علم غیب داشت میدونست که این هدهد رفته به ملک سبا، اونجا رفته و الان میاد. از غیب خبر نداشت. و ببینیم هدهد هم اعتقادش اینه که سلیمان غیب نمیدانه. میگه ای سلیمان، من امروز اخباری را دیدم و خبر دارم که تو خبر نداری، چیزهایی را احاطه کردم که تو نداری. فقال احط بما لم تحط به، ای سلیمان من احاطه کردم، یعنی خبر گرفتم اون چیزهایی که لم تحط به، تو احاطه نکردی. یعنی علمت ما لم تعلم، چیزهایی من میدونم که تو نمیدونی، چون من رفتم دیدم. تو غیب نمیدونی که تو بدونی چه خبره. یا بلغت ما لم تبلغ انت ولا جنودک، من به جای رسیدم که تو نرسیدی، اونجا رفتم. خب چیه اون؟ میگه وجئتک من سبأ بنبأ یقین، من از ملک سبا آمدم. سبا در یمن است. از ملک سبا آمدم به نبأ یقین، با اخبار یقینی. اخبار یقینی هیچ شکی نیست. انی وجدت امرأة تملکهم، من دیدم زنی را که مالک اونهاست، یعنی پادشاه اونهاست، بر اونها حکم میراند. و اوتیت من کل شیء، او از هر چی داده شده، یعنی همه چیزهایی که پادشاهان و ملوک نیاز داره اون داره.
تخت داره، قدرت داره، اسلحه داره، ارتش داره، کل شیء که نیاز داره. و اوتیت من کل شیء، و یکی از نشاناتش اینه که ولها عرش عظیم، تخت خیلی بزرگی داره که روی اون تخت میشینه و حکم میراند. اما یک چیزی که مرا آزار داد ای سلیمان، ببینید این پرندگان، حیوانات همه یکتا پرست، اینا مشرک نیستن مثل ما انسان ها و جنات. وجدتها و قومها یسجدون للشمس، دیدم او را و قومش را که سجده می کنند برای خورشید، من دون الله، بغیر از الله. اینها خورشید را عبادت می کنند، الله را عبادت نمی کنند. و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمال اونها را برای اونها آراسته کرده، برای اونها مزین کرده. فصدهم عن السبیل، شیطان اونها را از راه توحید، از راه ایمان باز داشته. فهم لا یهتدون، آنها بر هدایت نیستند، بر شرکند. مورچه نه، هدهد پرنده ناراحته که چرا اینا خورشید را عبادت می کنند، چرا الله را عبادت نمی کنند. و بعد ببین چه توحیدی میگه، الا یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، چرا سجده نمی کند این الله را. این سخنرانی و این بیان توحید هدهد است، الله برای من تو نقل میکنه. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله، علمایی که دیدن میگفتند، استاد ماست، این آیه را میخواند و میگفت که های هدهد، کجایی که من دهنت را ببوسم که تو این گونه با این زیبایی توحید خدا را داری بیان میکنی. یک پرنده هست، ناراحته، میگه چرا این مردم خدا را عبادت نمی کنند، چرا این مردم خورشید را عبادت می کنند، چرا برای خورشید سجده می کنند، چرا غیر الله را سجده می کنند. الله یسجدو، چرا سجده نمی کنند لله الذی، برای الله، آن اللهی که یخرج الخبء فی السماوات والارض. خبء میگویند هر چیزی که مخفی باشه، اونایی که مخفی است از چشمهای ما، پنهان است. مثلا در آسمان مخفیاتش چیه؟ المطر، باران. مخفی زمین چیه؟ تو زمین چی مخفیه که ما نمیبینیم، بعداً میبینیم؟ عرض کنم خدمت شما، بذر هست، بذر و دانه ها هست که باران وقتی که میاد این بذر تبدیل به نبات میشه، تبدیل به گیاه میشه، تبدیل به علف و سبزی میشه. چرا سجده نمی کنند این مردم بی انصاف الله را، اون اللهی که به وسیله بارانی که از آسمان میاد نباتات و تمام سبزیجات زمین را میرویاند؟ معنی این میشه یخرج الخبء فی السماوات والارض، بیرون میکند تمام مخفیاتی را از آسمان، در آسمان ها و زمین. یعنی از آسمان ها باران میاره و از زمین نباتات و علفزارها را میرویاند. و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، و میداند اون الله ما تخفون، تمام اون چیزهایی که شما مخفی میکنید، هر چیزی که شما مخفی میکنید در دل دارید اون الله میداند. و ما تعلنون، آن چیزی که شما علنی میکنید، شما آشکار میکنید، اون را هم الله میداند. اون الله اللهی هست که الله لا اله الا هو، الله ذاتی هست که هیچ معبودی لایق عبادت نیست، لایق پرستش نیست، الا هو، مگر او، فقط و فقط لایق پرستش او هست. اون ذاتی هست که رب العرش العظیم، رب عرش بزرگ هست، عرش بزرگ مال او هست. لذا سلیمان من از این ناراحتم، چرا اینها این خدای بزرگ را سجده نمی کنند و دنبال مخلوق خدا، یعنی دنبال خورشید افتادند و خورشید را سجده می کنند. سلیمان علیه السلام وقتی که این خبر را شنید برایش عجیب بود، چون که تا به حال
خبر نداشت از ملکه سبا، از بلقیس به اصطلاح بلقیس، خبر نداشت که اینجا در نزدیک من برای خودش قدرتی داره، حکومتی داره و اونجا حکم میراند و خورشید پرستند و مظاهر پرستند. اما سلیمان گفت یه وقتی این هدهد مبالغه نکند، افراط نکند. گفت باشه ما امتحان میکنیم ببینیم که راست میگی یا نه. قال سننظر، ما حتما نگاه میکنیم اصدقت، راست میگی ام کنت من الکاذبین یا دروغ میگی. راست و دروغش معلوم میشه. اول این نامه را بردار. نامه ای نوشت. اون پادشاه سبا را، ملکه سبا را به ایمان و توحید و خداپرستی و یکتاپرستی دعوت داد. کار انبیا دعوت هست. اذهب بکتابی هذا، این نامه من را ببر، فالقه، بینداز اونجا، الیهم بسوی انها، ثم تول عنهم، بعدا از اونها برگرد، فانظر ماذا یرجعون، ببین چه جوابی میدن، چه پاسخی میدهند. خب نامه را برد. اونها وقتی که نامه را مشاهده کردن برداشتند. اون زن، اون ملکه سبا مشاوران خودش را خواست. این از عقلانیتش است. آیاتی که ما انشاءالله میخوانیم در درس فردا بیشتر میخوانیم، معلوم میشه که این زن خیلی فهمیده بود، عاقل بود. یکی از دلیل عقلش اینه که به تنهایی تصمیم نمیگرفت. ببین الان اینجا نامه‌ای برایش آمده، تصمیم به تنهایی نمیگیره. تمام ارکان را، تمام مشاوران را صدا زده، جمع شدن، میگه مشوره کنی چیکار بکنیم با این پدیده جدید. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، ای درباریان من، ای اعضای کابینه، همانا برای من انداخته شده کتاب کریم، نامه بسیار معزز. کریم معزز بودنش و محترمانه بودنش از کجاست؟ از اینجاست. ابن عباس میگه که مهر داره. قال قد فسر ابن عباس و قتاده و زهیر ابن محمد الکریم بالمختوم، نامه وقتی که معتبر باشد مهر هست، دادش بسته هست، این چنان نامه مهر شده ای هست. خب محتوای نامه چیه؟ داخل نامه انه من سلیمان، همانا این نامه از جانب سلیمان هست. این روش نامه نگاری، روش درست. و انه بسم الله الرحمن الرحیم، همانا شان این است که استعینوا بسم الله، کمک بگیرید به نام الله، از کسی دیگه کمک نگیرید، کمک بگیرید از به نام الله، آن اللهی که رحمان هست، بخشاینده هست و مهربان است. الله تعلو علی، اما مضمون اینه که الله تعلو علی، بر من تکبر نکنید، خودتون را بزرگ نپندارید، سرکشی نکنید، نافرمانی نکنید. و اتونی مسلمین، همه اتون پیش من مسلمان بیایید، یعنی بیایید موحد بشید، مسلمان بشید، دیگه غیر الله پرست نشید، بیایید پیش من، و الا من با شما می جنگم. این محتوای نامه بود که بعدا می خوانیم ان شاء الله. اونها مشوره می کنند و جواب میدند. صدق الله العظیم.